قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. اسلام من حیث دین کامل، شامل و ابدی الهی از خود مقاصد دارد، از خود اهداف دارد که این اهداف و این مقاصد بزرگ دین را جمع از علما در چند چیز مشخص کردند. میگن که اسلام دینی است که برای ما ارزش‌های عقیده را نگه می‌دارد و ما را به دینی، به ارزش‌هایی که رابطه ما را تنظیم بکنه با خالق ما و با جامعه ما و با خود ما، به خاطر این ارزش‌ها و حفظ از این ارزش‌ها فرستاده شده است. بنابراین یکی از مقاصد دین حفظ دین است. هدف است که هرگاه از جامعه دین برداشته شود، در حقیقت جامعه گم خسته می شود، بدبخت می شود، بعد ارزشی به عنوان ارزشی در دنیا وجود نخواهد داشت. از این خاطر است که اسلام تلاش میکنه که مردم آسایش اسلام، عزت اسلام و فهم خوب از اسلام را پیدا بکنند. اگر مسیحی است مسلمان شود، اگر یهودی است مسلمان شود، اگر هندوس مسلمان شود، تلاش بری است، دعوت به این میکند و هشدارم به این میدهد اگر کسی مسلمان نشود جایگاهش در آخرت چی خواهد بود. و در دنیا هم به سلسله قوانین برش وضع کرده که در تحت اشراف از او باید زندگی بکند. ولی اگر نشدن مسلمان، پس اسلام من حیث دین ارزش‌های دین خودش را برش نگاه میکند. از این خاطر از کلیسا را خراب نمی کند، گرنگ خراب نمی کند. چرا خراب نمی کند؟ چرا اونها را در محدودیت دینیشان اجازه می دهد که زندگی بکند؟ به خاطر از اینکه دین من حیث دین سلسله ارزش‌های اخلاقی دارد، سلسله ارزش‌های دارد که در جامعه نظام را برقرار می سازد و اخلاقیات را حفظ می کند. شما هیچ دین را پیدا نخواهد کردین که در اوجا به زنا و فحاشی و دشنام و دروغ و کشتن دعوت بکند. هیچ دین من حیث دینی کار نمی کند. بنابراین اسلام میگه که اگر مسلمان نشدی دین خودت را نگاه بکن. امی هم به سود جامعه است. از این خاطر است که اسلام علیه سیکولاریزم، علیه که از این که اصلا دین نباشد با تمام قاطعیت مبارزه میکند. چرا مبارزه میکند؟ جایی که دین برداشته شود باز در اوجا زنا، فحاشی به اندازه میرسد که بعد انسان میرود که سگ عروسی میکند، بعد زن که زن عروسی میکند، بعد مرد که مرد عروسی میکند. چرا چنین کار میشود؟ به خاطری که در او جامعه دین نیست. ارزش‌های دین من حیث دین از هم گسیخته است. پس اسلام آمد به خاطر حفظ دین. مقصد دوم دین حفظ حیات است. چرا اسلام آمد؟ تا که در روی زمین انسان‌ها کشته نشوند. خداوند متعال می‌فرماید که ما شما را پیدا کردم، جان و مال ما از خدا هست، هیچ کس حق نداره که بر کسی دیگری تجاوز بکنه و او را به قتل برساند مگر به اساس حکم محکمه. اگر کس چنین کاری را کرد الله جل جلاله هشدار سخت میده. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم
هر کسی که مسلمان را به قصد میکشد جایش آتش دوزخ است. بعد ارشاد میکنه و غضب الله علیه و لعنه و اعد له، خداوند متعال برش عذاب سخت در کمین برش قرار داده است. الله او را به نفرین میبیند، الله از رحمت دورش میکند، غضب و خشم خدا بر بالایش است و عذاب عظیم در کمینش است، عذاب دردناک در کمینش است. پس یکی از اهداف دین حفظ حیات است. هیچ کس حق ندارد که بر حیات کسی تجاوز بکند. اگر تجاوز کرد در مقابلش قصاص است. انگشت کسی را قطع کنی انگشت تا قطع میکند، چشمش کور کردی چشمش کور میکن. به همین رقم پیش میرود. اسلام من حیث دین تلاش میکنه که مال مردم محفوظ باشد. هیچ کس را اجازه نمیدهد که بر مال کسی تعرض بشود. اگر کسی کد دستش قطع میکند، مال محفوظ است، محفوظ است. کس تجاوز میکنه در مقابلش دست از دست میدی. اگر با مسلح پیش بری یک دست و یک پای تا بر قطع میکند. چرا قسخت گیری؟ به خاطر که در جامعه امن بیاید و هیچ کس نباید امن جامعه را از بین ببرد. اسلام مقصد سومش همان حفظ آبرو و عزت و نسل انسانی است. به خاطر از این اصل میبینیم حجاب را لازم میکنه، خانواده را لازم میکنه. هر نوع حرکتی که منجر به از بین بردن عفت، آبرو و عزت یک انسان شد، اسلام من حیث دین در مقابل سخت قوانین دارد. از این خاطر است که زانی را رجم میکنه در صورتی که محسن باشد، زانی را 100 دوره میزنه در صورتی که مجرد باشد. اسلام من حیث دین به این ارزش‌ها به این نکات جدی متوجه است. بنان اسلام من حیث دین و ما این را هم امر میکند که ببینید عقل از جمله مهمترین چیزی است که ما در حفاظت از او باید تلاش بکنیم. پس حفظ عقل یکی از ارزش‌های دینی است و اسلام به خاطر همین مقصد آمده. پس نباید عقل خراب بکنیم با استخدام مواد مخدر، با خوردن شراب، با چرس و چیزا خوش کنی، اعصابت خراب نکن، عقلت خراب نکن. هر کسی که به عقل تجاوز بکنه باز هم اسلام در مقابلش قانونی خود داره و جزا برش میده. ارگاه این نکات را گرفتیم که اسلام من حیث دین از خود مقاصد داشت، از خود اهداف داشت. یک پهلو بگذاریم که چقدر اهداف بزرگی است، چقدر سخنان بزرگی است، چقدر مقاصد بزرگ و آرمان‌های بزرگ است. از طرف دوم باز ببینید که در تعریف اسلام گفتم که اسلام مجموعه از قوانین الهی است که توسط حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و سلم تعلیم، تمثیل و عملی گردیده. برای چی؟ تا رابطه ما را با خالق ما تنظیم بکنه، رابطه ما را با جامعه ما تنظیم بکنه و رابطه ما را با خود ما تنظیم بکنه. پس فکر بکنین که در این تعبیر چقدر علم است، چقدر عظمت است. راه ورودی به چنین برنامه از تو علم میخواهد، از تو فهم میخواهد. بنابراین اولین پیام اسلام چی میدهد؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. بخوان به نام پروردگارت که آفرید انسان را از خون پاره گوشت. اقرأ و ربک الاکرم. بخوان که پروردگارت بسیار گرامی هست. الذی علم بالقلم. ذات عظیمی که آموخت انسان را با واسطه قلم ما لم یعلم آنچه که نمیدانست. ارشاد می‌دارد که فاعلم انه لا اله الا الله. پس بدان که نیست معبود بر حق. طلب العلم فریضة علی کل مسلم. فرا گرفتن علم فریضه هر مسلمان است. در این دین جهل جای ندارد. این دین من حیث دین تلاش میکند تا انسانها با دانش باشد، تا انسانها با علم باشد. و چه تعبیرات میکند؟ میگه چه انسانهایی که در روی زمین زنده اند در حالی که مرده اند. زنده اند
نان میخورد، راه میرود، جای را اشغال کرده است، ولی در حقیقت مرده اند. و چه انسان هایی که مرده اند ولی زنده اند، سالها و سالها از این رفتنشان از این دنیا تیر می شود، ولی باز هم تاریخ فراموش نمی کند نام از اونها را، شخصیتی از اونها را، جایگاه از اونها را. اونا چی کسایی بودن؟ آنانی بودند که علم داشتند، با علمشان شخصیت را برای خود ثابت کردند و نمیتونند تاریخ اونها را فراموش بکنند. اسلام به ما امر میکنه که با واسطه علم به خود بقا بدیم، بر خود جاویدانگی بدیم، به خود ارزش بدیم، و تلاش میکند که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله جل جلاله جایگاه مؤمن را بلند کرده است، ولی از علما را بلندتر نموده است. والذین اوتوا العلم درجات. پس معنای گپم ایست که راه ورود به این دین و گرفتن ارزش‌های از این دین و در زیر چتر زندگی کردن سالم و با رحمت در این دین از موت علم میخواد. آنانی که علم ندارد به اساس فهم ناقصشان از دین مشکلات جدی را برای ما، برای جامعه ما و برای بشریت ایجاد کرده و ایجاد میکند. بناهن ببینن تصور ناقص و فهم ناقص از دین مشکلات جدی را ایجاد میکند و ایجاد کرده است. در رابطه تاریخ معاصر هم گواه و شاهد بر این موضوع است و تاریخ صداهای اول و دوم هم به این دلیل است. ببینن حضرت علی کرم الله وجهه هنگامی که با حضرت معاویه راجع به موضوع خلافت و چگونگی قصاص قاتلان حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه و ارضاه و سلسله مشکلات و منازعه انجامید، بعد گفتن که قرآن حاکم در بین ما و تو. چه رقم حاکمیت میکنه؟ گفت یک نفر شما تعیین بکنین، یک نفر ما تعیین میکنم، هر کدام از اینا که فیصله کرد و مطابق از اوی مشکل را حل میکنه. یک گروهی در عساکر حضرت علی کرم الله وجهه گفتن که عجیب است، حکمیت را از خدا میگیرد برای مخلوق میدهد. بنان علی کافر شد. گفتن الله میفرماید این الحکم الا لله، دستور و فیصله نیست مگر از آن خدا، در حالی که علی ای را سپرد به عمرو بن العاص و ابو موسی اشعری. بنان به اساس از این گپش کافر شد. خب که کافر شد چی؟ خونش جواز دارد که ریختانده شود، مالش جواز دارد که گرفته شود و تمام قوانینی که علیه یک کافر حربی است و بزرگترین شخصیت امت اسلامی حضرت علی ابن ابی طالب چسباندش و در مقابل شمشیر را کشیدند. به اساس فهم ناقصشان از دین اینا مسلمانان را تکفیر کردند، خون مسلمانان را ریختند تا به جایی که حضرت علی کرم الله وجهه را به قتل رساندند، تا به میجا رفت. و نه تنها که انگامی که میکشه خوش هم هستند که ما بزرگترین خدمت را انجام دادیم، بزرگترین خدمت را این کار کردن. به می شکل شب عبادت میکردن، با اندازه عبادت میکردن که پیشانیهایشان همونطور یک رنگ گرفته بود، زانوهایشان دبل شده بود، روزه میگرفتن، ذکر میکردن، قرآن میخواندن. و طرف دیگری یک ارخاء العنان داشتن که هر کسی که من که از پیش اگه اشتباه میشد، گناه میشد، باید میگفت که خونش جواز داره بریزن. گناه در سیستمشان کفر بود. گناه کردی باید مستقیما از دنیا دیگه حرکت بکن. این تعبیر و تصور خشک از دین منجر به همچی یک کاری شد. بعد در تاریخ معاصر خود میبینیم عین تصور است، به اساس فهم ناقص از دین و نه اندیشیدن در نصوص قرآن و سنت
و نه اندیشیدن به مقاصد دین. دین چی مقصد دارد؟ نه اندیشیدن در این امر. دین چی میخواد از ما و ما را به کجا دعوت میکنه؟ دین میخواد که خونا بریزد و یا خونا نگاه شود. دین میخواد که مال از بین برود یا مال نگاه شود. دین میخواد که نسب و عفت و ارزش ها، عزت انسان ها محفوظ باشد یا از بین برود. دین میخواهد که دین نگاه شود یا از دین مردم فرار بکنند. کدام مقاصدش است؟ مقصد دین خوی نیست که هر روز باید کشته بده. مقصد دین این نیست. مقصد دین نیست که هر روز نارامی باید باشد. مقصد دین این نیست که همیشه انسان ها باید بیچاره باشند، فقیر باشند، بدبخت باشند، در ناامنی باشند. مقصد دین نیست. پس نفهمیدن در مقاصد دین و تعبیر خشک از نصوص تمام فتنه ها را برای جامعه اسلامی ایجاد کرد و ایجاد میکند. حتی گپ به جای میرسد که عجیب است. خون مسلمان ها ریخته می شود، خون شخصیت ها ریخته می شود، خون علما ریخته می شود بدون اینکه کسی بفهمد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد می دارد که اتو یک روز می آید سر امت که به اساس نافهمی دینشان میکشن خو نمیفهمد چرا میکشم، کشته میشوند نمیفهمد چرا مرا کشتی. هر دویشان نمیدانند، میکشند ولی نمیفهمد چرا میکشند. کشته میشوند نمیفهمد چرا کشته شدم. ما در این حالت هستیم. پس در یک حالت قرار ما بدهد. اگر اعتراض بکنی جای به جای چی میگوید؟ اگر از دین دفاع کردی میگه القاعده است، اگر از دین دفاع کردی میگه طالب است. یک پهلویش است. و اگر گفتی که ای وطندار مردم نکش، مردم حلال نکو، در هر جا گرز کلا بمبا نکفان، مسلمان ها را ناامن نکو، نوکری امریکاستی. ما ایران مانیم که خدایی چی حال است. راه را بیخی گم کردیم. هر دو طرف ببینیم که نفهمی بر دین است. من میخوام در امروز زیربناهای تصور جزئی و غلط از دین این را براتون توضیح بدم. چرا ما به این حالت میرسیم؟ از کجا این رقم فکر پیدا میشود؟ چرا به این رقم حالت برمیگردیم؟ اولش یعنی عامل اساسی و مهم و فاکتور عظیم در بین کل بدبختی ها و نافهمی ها و غلط تعبیر از دین، قبول کردن بعضی از حصص دین و رد کردن بعضی از حصص دین است. یک مهم همی است. یک تعداد رفتن کل دین چی کردن؟ کل دین گفت صوفیست، صوفی صاحب شد. دیگه در این دین هیچ چیز دیگری وجود ندارد. تمام روز در کنج مسجد بشین سبحان الله بگو و سر شور بده. اگر در این قطار نبودی از برادران نیستی. یک تعداد دیگری کل دین دور خورد در مسائل سیاسی، در همین دین دور خورد. اگر در سیاست سهم نگرفتید از دین خارج است، دیگه دینی نیست. یک تعداد دین گرفتن تنها در شمشیر و در جهاد، اگر در اون نبودی دیگه دین نیست. استغفر الله. در حالی که دین مجموعه کل ارزش هاست. دین تنها تصوف نیست، دین تنها دعوت و تبلیغ نیست، دین تنها جهاد نیست، دین تنها در مغاره شستن نیست. دین مجموعه از ارزش هاست که مطابق به حالاتت پیام برات میدهد، مطابق به ضرورتت نقصه برات میدهد. چیزی که تو ضرورت در امو فاکتور بر راه را نشان میدهد. این تو برو. بله تو ضرورت به ذکر داری و باید ذکر خدا بکنی، تو ضرورت به شمشیر داری و باید داشته باشی، تو ضرورت به دعوت داری باید داشته باشی، تو ضرورت به تجارت و صنعت داری باید داشته باشی. و مجموعش دین است. مجموعش دین است. یک بخش نه، کلش دین است. زیرا دین در تمام شؤون حیات برای ما تو پیام داده. عزیزم تشناب رفتن برات نشان داده. اگر تشناب رفتی مطابق با شرع در اموجم الله در اعمالت حسنه نوشته میکنه. خوابی که تو میکنی اگر به طریقه رسول الله خواب کردی امو خوابت عبادت است.
نانی که تو میخوانی اگر به طریقه رسول الله خوردی نانت عبادت است. با خانمت که همبستر میشه که به طریقه رسول الله همبستر شده عبادت است. یا کدام بخش ما؟ کل دین عبادت است. کل زندگی ما تو عبادت است. یک بدبختی امیست، یک مشکل امیست که یک بخشی از دین شد، بخش‌های دیگری سقوط میکنند و این در حقیقت فهم ناقص و غلط از دین است. وصال حق، تابشی از قرآن و سنت. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. بگو آیا از معبودانتان کسی هست که به سوی حق هدایت نماید؟ بگو الله به سوی حق هدایت می کند. آیا کسی که به سوی حق هدایت می کند بیشتر سزاوار پیروی است یا کسی که تنها در صورتی هدایت می یابد که او را هدایت کنند؟ شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟ دوم، استدلال به بعضی از نصوص و ترک کردن بعضی نصوص. جای بجای یک نص قبول بکو، هر جای که رفتی همین نص بگو و من یتولهم منکم فانه منهم. هر کسی که با کفار دوستی بکنه از امو حساب میشه، بدون از اینکه پهلوهای نصوص دیگر را در نظر بگیری، بدون از اینکه بیاندیشی، بدون از اینکه تفکیر بکنی. خودش یک مشکل را ایجاد میکنه و یک جنجال را ایجاد کرده و ایجاد میکنه. سوم فاکتور مزدور شدن است. هرگاه که انسان مزدور یک سیستم شد، بعد از در دین افتراق میکند. کل گپ را که آوردی که دین اینی چیز شد که برای تو پول میدهد، بناهن از او تیر نمیشی. به طور مثال انگامی که دین وسیله معیشتم شد، هرگاه که مردم پای مرم که بوسه میکنم باز نمیکنمش که کار نکنه، خلاف شرع است. اگر اوی چر که دست خدا سرش خوراندم خیر است، بخورم مدا بر ما پول بیارم، مدا مرا صاحب آقا بیارم. هر چی که در اینجا شد مدا مردم مرا خوش بکنند. این که دین چی میگه در پشت پلش، این دیگه مشکلی است. و چهارم فاکتورش عدم عمق و آگاهی خوب از اسلام. قرآن نمیفهمد، حدیث رسول الله را نمیفهمد، اقوال علما را در مورد نمیفهمد، تاریخ اسلام را نمیفهمد، مقاصد دین را خوب نمیداند. بعد در دین مفتی میشود. شما خیلی غالبا این مفتیایی که در رادیوها و تلویزیون هست میفهمید. استغفر الله، حال را انداخته که عجیب است. هر چی که مردم پرسان میکنه یک بار نمیفهم، یک دفعه هم نمیگه و جای به جای فتوا دادن است، بدون از اینکه تأمل بکند، بدون از اینکه بگوید که والله اعلم، الله خوب میداند، بدون از اینکه بگوید که عزیزم نفهمیدم، با علمای دیگر مراجعه بکنه. در گمراهی مردم تمام روز تلاش میکنه، نمیفهمن عمق دین را و فهم عمیق از دین را ندارند. با عدم فهمشان خدا قریب است که قاعد بسازد و فتوا داده میرن. عوامل و اسبابی که زمینه را برای همچون زیربناها مساعد کرده، باز اولش جهل است، نافهمی. کسی که دین را یاد ندارد بس در جای دین و اهل دین خود میشاند، جز گمراهی شی دیگر به مردم نمیده. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفهمد که
ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. خداوند متعال علم را از سینه های علما یک بار بر نمیداره. این نمیشه که یک نفر دانشمند باشد یک بار جاهل شود. ولکن یقبض العلم بقبض العلماء. خداوند متعال علم را میگیرد با قبض کردن ارواح علما. علما وفات میکنند، علما شهید میشوند. بعد در عوض چی میشود؟ وقتی که اونها برای حتی اذا لم یترک عالما، باز میبینی که علما دیگه نیست، باز از عالم نماها چادرها و چپنها و لنگی های علما را به سر میکند و در جای علما میشیند. اتخذ الناس رؤوسا جهالا. بعد مردم چی میکند؟ قائدین خود را، بزرگای خود را، مردمای جاهل و مردمای که دین نمیفهمد اونا را قبول میکند. اونا چون فسألو، چون در جای علم ششتن مورد بازخواست قرار میگیرن. همین کار را چطور بکنم؟ فافتوا بغیر علم، بعد از او بدون علم به مردم فتوا میدهد. فضلوا و اضلوا، خودم راه گمراهی را در پیش میگیرد و دیگران را هم به راه گمراهی و غلط میبرد. خداوند متعال ما شما را نگاه بکند. ما در همچین یک حالت قرار داریم. هر روز علمای خود از دست میدیم، از روز شخصیت های خود از دست میدیم و با تاسف هم که نامش هم دین میاد. و این حالت ما را که به این شکل پیش میره، هر روز یک انسان را از دست میدیم که باید از پیش فایده گرفته شود، باید از علمش استفاده شود، باید از فهمش استفاده شود، باید از تجربهش استفاده شود، ولی ما او را به نام دین از بین میبریم. خوشم برش هستیم، خوشم که یک نفر از دست داد. چی فکر میکنه که اگر ما یکی از شخصیت های بزرگ خود از دست داد میکاری خوب شد؟ این به مردم ما به منفعت داد؟ نه، نداد. دیگران نگاه میکنه شخصیت های خود را، حفظش میکنه و از تجاربش استفاده میکنه. و ما این کار نمیکنیم. ما با از دست دادن شخصیت های خود خوش میشیم و این کلان نقیص است برای ما، جای افسوس است برای ما، جای حسرت است برای ما و باید دقیق بوده باشه و فکر باید بکنیم که علت نافهمی از دین، علت ای است. الله با ما شما فهمی صحیح را نصیب بکنه. دوم فاکتور و عامل و سبب برای چنین تصور ناقص بدی نیت است. یک انسان یک تعداد معالم هستند ولی نیت خوب ندارد، از این خاطر در دین غلط تعبیرات را شروع میکنه. همیشه نصوص را به منفعت خود و به تعبیر خود او را میچرخاند. هرچی که به منفعت خودش است امور میگوید. از این خاطر است که الله جل جلاله ارشاد می‌دارد هو الذی انزل علیک الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا كل من عند ربنا. الله جل جلاله کتاب را بر بالای تو نازل کرده است که یک بخش عظیم از آیه ها و نصوص محکم است. محکم چی را میگه؟ چیزی که واضح و روشن و زیربنا باشد. نصوص شریعت جمع بزرگش کلش رسا قواعد دارد، در اوج اجمالی نیست. بعض موضوعات عمیق علمی است که در روشنی از او محکمات حل می شود. بعض مردم فتنه‌جو همیشه سوالهای خود را در امور مطرح می کند که قابلیت از را نداره که زیاد سرش صحبت بکنیم و خصوصا همچه انسان‌هایی که در پرتۀ اول از علم قرار دارند. به طور مثال شما می‌بینید که همیشه ما مورد سوال که قرار می‌گیریم در جامعه ما همین سوال است: اگر خداوند متعال به فلان نفر نوشته کرده است که توسط فلان موتر کشته می شود، خیلی چرا موتروان بندی می شود؟ یا فلان نفر را فلان نفر می کشه، الله برش در تقدیرش نوشته کرده، پس چرا قاتل مؤاخذه می شود؟ همین رقم سوالای تقدیر از ما می کند. و این سوالات چه وقت مطرح می شود؟ در وقت مطرحش می کنه که کدام مجلس ختم باشد، در وقت مطرحش میکنه که در مجلس به اصلاح عروسی و بیکاری باشد،
با جامعه مولوی صاحب این موضوع چه رقم است؟ اول خوی را ببین که جناب عالی قدر نماز خدا یاد ندارد، عادی گپش. این برادر گلم بسیار گپای عادی را یاد ندارد، ولی میزند به اصلاح در چیز ثابت میکنه که فهم از او را ندارد. خداوند متعال نیت‌های ما شما را اصلاح بکنه که همیشه آنچه که میدانیم مطرح بکنیم، آنچه که نمیدانیم زانو بزنیم و فرا بگیریم. سوم اسباب بدبختی و کوتاه‌فکری در حقیقت معیار قرار دادن عقل به اصلاح گنجشکی ما در همه امور. محک شناخت تنها عقل شود و عقل اتو معیار شود که نصوص را باید تابع برای از عقل خود بسازیم. و عقل ما دیگه که نه تاریخ مطالعه کردیم، نه بیرون دنیا را گشتیم، نه عقل صائب داریم، نه حسد و کینه و این بدبختی را از جان خود دور کردیم تا عقل ما رسا شود. عقل هایی که با تمام گندگی ها یک جا است، همچو یک عقل را محک شناخت برای تمام مسائل بدانی و بعد هر حکم را در روشنی از این عقلت تعویل بکن. این دیگه مشکل ماست. از این خاطر است که هرگاه که عقل معیار قرار بگیرد بعد دین زدایی شروع می شود. بعد دیگه عقل است، با خصوصا عقلی که با شهوت یک جا شود همیشه مشکل رو ایجاد میکنه. تو میگه خداوند متعال حجاب را لازم کرد، والا صاحب چطور کنیم دیگه؟ حال خو رواج تو نیست. بنان خیر است که سکرترم یک دختر شود. با دیگه دین تعویل کرده برو. بعد بار دیگر را دست داده برو و دیگه جامعه دیگر رقم شد. وا تعویلات سود خورده برو و مشکلات بر خود ایجاد بکن. این کلش مفاهیمی است که در حقیقت سبب برای همچون گمراهی شده است. نتیجه از این کوتاه‌فکری، نتیجه از این که نمیدانیم و خدا در جایگاه علما قرار میدیم و خشک تعبیر از دین میکنیم بدون از اینکه دین را بفهمیم. نتیجه اولش است که دینی که رحمت است، دینی که آسایش است، دینی که وسیله ارتباطت با خدا، با مخلوق و با خودت است، این ارتباطات کلش قطع می شود. دین وسیله استبداد می شود. دین باز استبداد است. بعدی که شور بخوری هر کس کافر بگو، شور بخوری جنتی و دوزخی را تو دیگه تعیین کن، کی جنت میره کی دوزخ میره. این صلاحیت دیگه است توست. اول مشکل همیست. از این خاطر باز به اساس از این کلگی علما می شود، کلگی مفتی می شود، کلگی سیاستمدار می شود. اول مشکل را ایجاد می کند. مشکل دومی که ایجاد می کند فرار از دین. هرگاه این رقم گډوډی د دین بیاید و به نام دین شروع شود، مردمی که از این دین که دور شویم خوبتر است، از علم که دور شویم خوبتر است، از اسلام دور که شویم خوبتر است. با تأسف بعدی شروع می شود، با فرار از دین ایجاد می شود. زیرا به نام دین کتک می خوری، به نام دین بازبندی میشی، به نام دین تحقیر میشی. هرگاه تحقیر شوی بس مردم میگم چرا ریشته زدی؟ چرا ریشه کم کردی؟ چرا ریشه تراش کردی؟ میگه استاد در دفتر مرا نمیمانه، در وزارت مرا نمیمانه، در راه که میرم برام میگه که طالب هستی، در راه که میرم به ما توهینم میکنه، بنان مجبور هستم ریشه خود تراش کنم. در حقیقت فرار از دین است. بعد به اندازه مشکل را ایجاد میکنه که حتی در مسجد که آمدی و رفتی باز مورد فوکس باید قرار بگیری که تو کی هستی. این مشکل است. این کلش علت اصلی در جای دیگری بود. نافهمی بر دین زمینه را به همچه بدبختی مساعد کرد. سوم موضوع ایجاد و روحیه یأس و ناامیدی در امت اسلامی که ما قرار گرفتیم. کلگی ناامید می شود که آخر راه حل چی؟ آخرش چی خواهد شد؟ چطور بکنیم که از این مشکلات بیرون برایم؟ این دیگه بدبختی است که فهم غلط از دین به همچه یک موضوعات بدبخت دیگری زمینه را مساعد میکنه و از دست دادن قوت و شوکت که چهارم موضوع است. باز مسلمان ها قوت خود از دست میده، زیرا به اتفاقی که شود باز قومگرایی شروع می شود، باز زبانگرایی شروع می شود، باز حزبگرایی شروع می شود، باز شخصیت پرستی شروع می شود. بعد مسلمان ها متفرق پارچه پارچه تکه تکه با دیگران سرش حکومت میکنه، آسان حکومت میکنه. اینا را که پارچه ساخت
دیگران سرشان تسلط دارد. ولی اگر خواسته باشیم که از این حالت براییم چی کاری باید بکنیم؟ بیاییم که دین را یاد بگیریم. یک، خدا که نمیفهمیم یک بار در جای علما نشانیم. عزیزایم، برای یک موضوع دینی مهم است نسبت به موضوعی که در وجودت است. در وجودت شکمت درد میکنه، یک مریض میشی، چند بجای پرسان میکنی خوب دکتر کجاست؟ لایق دکتر کجاست؟ در کوچه دکتر از برش نمیری و 10 کیلومتر دور میری اونجا پشت یک دکتر دیگر. چرا؟ میگه اون میفهمد. از این مسئله دین مهمترش کم دردیست. برو با علمایی که اونا دین یاد دارن از اونا پرسان بکن. اونا فهم خوبی از دین دارن، با اونها بشین و دین از او یاد بگی. دین از هر کوتاه و بوتاه یاد نگی که به نام دین شده. عجیب است. یکی از روزها در دفتر میرفتم، رادیو را گرفتم، یک کسی از مفتی صاحب پرسان کرد که ماشم سمی لقا یک احمق است که نه دین یاد دارد. از او پرسان میکند که من میخوایم که آبروهای خود بچینم، این جواز داره یا ندارد؟ این انسان کودن برش میگه بله، ان الله جمیل یحب الجمال. الله مقبول است، مقبول را دوست دارد. استغفر الله. جای بجای برش فتوا داد. پس ببینید جاهل ها مفتی می شود. جاهل دیگر میآید چیزای به نام تصوف میگوید. در یک طرف میبینی که گمراهی است، یک طرف شرکیات است. هیچ کسی نیست که پرسان بکنه که او مردکه در جای دین تو ششتی، مردم به خرافات دعوت میکنی، که دیگه مشکل ماست. پس عزیزا، فهم ثابت از دین مسئولیت موضوعست. رفتن به پیش علما مسئولیت موضوعست. از او جای دین یاد بگیره. در این عزت دنیا و آخرتتان است. در اینجا خداوند متعال عظمت را برتان میده، دین برتاسان میشه و دین برتاسان میشه. نکته دومی که از خداوند متعال حل بخواهید، یک کمک که در مسجد که آمدی 2 رکعت نماز بخوان به خاطر وحدت امت اسلامی، به خاطر از بین بردن اینی مشکلات، به الله با تواضع سجده بگو خدایا تو خو میدانی که ام دفعه آمدیم به خاطر تو از این مشکلات ما را خلاص کن. یا الله تو ما را از فتنه ها خلاص کن. یا الله تو بر ما امن بده، عزت بده، شجاعت بده و فهم صائب دین را نصیب بکن. این دوم کار است که باید بکن. سومی که مدارس و جایگاه های علمی را بسازیم. شما میفهمین که ما در کل کابل و در کل افغانستان یک مدرسه‌ای که بتانیم در اوجا سرش حساب بکنیم نداریم. جای شرم نیست بر ما. علمایش جایگاه ندارد، دینم خوب نمیفهمد، سخنم خوب یاد ندارد. این در کجاست؟ به خاطر که مراکز تربیت وجود ندارد. علم خود نیست که از آسمان ترقی کرده سینه یک کسی داخل شود. علم خود جایگاه کار دارد، مدرسه با کار دارد، پوانتون با کار دارد، مراجع علمی با کار دارد. در کجا ما تو داریم؟ جایی که مراجع علمی را بسازی مشکل برات ایجاد میکنه، کمکت خود کسی نمیکنه بلکه مشکل برات ایجاد میکنه. خداوند متعال به ما شما توفیق عنایت بکنه که مراکز علمی را احداث بکنیم، کمک بکنیم. ما به اساس علم میتونیم باشیم، نه به اساس زور. علم است که ما را نگاه میکنه. و در اخیر خداوند متعال از یا شبهه و فتنه ها ما را مسئول بکنه و خداوند متعال توفیق از را به ما عنایت بکنه که دین درست بدانیم. الله مشکلات مادی و معنوی ما شما را حل کنه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.